به نام خدا، حمید سعیدی هستم، عصب روانشناس بالینی. امروز در مورد اختلالات میگرن، اختلالی که تقریبا یکی از بیماری‌های لاعلاج الان امروز ما هستش. خب ما با توجه به نقش‌های مغزی و نوارای مغز EEG که از مراجعین گرفتیم، خب مسیر عصبی‌های مربوط به اختلال میگرن مشخص شده. خب توی درمان‌های نوروفیدبک درمان اختلال میگرن تقریبا بالاترین سطح درمان رو داره، یعنی 4 از 5 رو ما روی بحث خروجی‌های درمان گرفتیم. یکی از و عمده کیسایی که به ما مراجعه کردن، خب روی میگرن ما اتفاقات خوبی براشون، چون مسیر عصبی‌های مشخصی داره برای درمان میگرن. خب میگرن یک انواع اقسام میگرن وجود داره. خب میگرن ها به صورت یا خوشه‌ای هستن یا کلاسیکن یا سادن. خب در هر صورت اختلالی که یا اون اتفاقی که توی بحث نورونای مغزی میفته یه مسیر عصبی داره، یعنی مسیر عصبی اون مشخصه. خب توی جلسه که مراجع به ما رجوع پیدا میکنه و نقشه‌ها و ارزیابی‌هایی که ازش میگیریم، خب اونجا باز اطلاعات و مسیر عصبی دقیق رو ما نشون میده. با توجه به اون نقشه مغزی و اون اطلاعاتی که از اون مسیر عصبی میگیریم، خب پروتکل اون مسیر عصبی نوشته میشه و درمان رو شروع میکنه. و تقریبا روی عمده کیسا ما روی میگرن درمان گرفتیم و اتفاقات خوبی افتاد. خروجی‌های خیلی بالایی داشتیم روی درمان میگرن. حالا میگرن ها چه به صورت خوشه‌ای باشه، چه به صورت کلاسیک باشه، چه حاله‌ای باشه، چه به صورت یک طرفه باشه یا دو طرفه سر، خب مسیر عصبی اینا مشخصه. خروجی درمان هم با توجه به پروتکل و مسیر عصبی دقیقاً اتفاق میفته. این داستانیه که برای میگرن داریم. حالا به مراجع با توجه به اختلالی که داره، ممکنه میگرن یکی از علائم اون اختلالاتش باشه، یعنی ممکنه درگیر اضطراب استرس هم باشه، ممکنه درگیر بیماری‌های IBS یا سندروم روده تحریک پذیر باشه. خب فرق نمیکنه، ما ابتدای امر روی اعصاب مرکزی کار میکنیم، چون همه اختلالات عصبی توی مغز اتفاق میفته. درمانی هم که برای مراجع قاعدتاً اثرگذار هستش، خب روی اعصاب مرکزیه دیگه. ممنون از همراهیتون. توی ویدیوهای بعدی در مورد اختلالات بیشتر توضیح داده میشه. متشکرم.